بچه ها جای شما خالی، من اونور رو نمیگیرم. این حاجی زحمت کشید اینجا رو. حالا من نمیدونم، من خودم مثلا بگن حاجی اینو چید، میگم آقا باشه دیگه، میگم الان داره دروغ دقل میکنه. حاجی چی اینو چید؟ چرا؟ چونم تی خدا وکیلی دارم میگم، بازیکن رئال مادرید و اینتر این تیپ دلچه قشنگ رو نمیزنن که حاجی جون زده. دمت گرم. حالا اینجا به نکسی نشونه. این چیکار کرد؟ این سمت شام غریبانه بچه ها. این سمت هر حاجتی داره. چی؟ این شراب مال داریوشه، مال تو ناپاولی، مال سال جیسون اینا اومدن. دکتر جیسون با خانومش و خواهر خانومش اینا مهمانن اینجا. دکتر جیسون و خانومش هم دکتر دیگه. آره ما اکثرا امشب پزشکا دوره هم هستیم دیگه. آره من و دکتر حاجی و چی آره سرحال هستم. من نباید اینجوری می اومدم. حاجی گفت این چیه لباس پوشیدی اومدی؟ حاجی به من گفت تیپت خیلی تخمیه. گفتم میدونم. گفتم گم جای شما خالی دیگه، ما بخوام بریم یه غذا بخوریم. آره اینجوری دیگه من نمیذارم موقع فکر نکنین چیزا، میگم چیز نیست دیگه. آره نوکرتم به خدا قسم. بیا پروردگارا هر کی اگر یه آزمایشی داره قرار یه خبر بد بهش بدن و همه ناراحت اون خبر بدن، تو اون خبر رو به خوب تبدیل بکن. هر جای دنیا هر کی، این آرزوی منه. یه چیز خوب من میخوای بدی رو به من نده. این کاری که میگم برای یه بندت بکن. بعد که اتفاق افتاد بذار مهر اون به دل من اون بشینه. حالا من اون با هم خوب باشیم. بیا